وزارت نقلیات تاجیکستان سبب اصلی در مرز ترکمنستان بازماندن دهها ماشین‌های تاجیکستان را هنوز شرح نداده است. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نتیجه دهها نامه‌هایی که آنها به مقامات ترکمنستان ارسال داشتند هیچ پاسخ نیامده است و سبب اصلی چرا در مرز ترکمنستان بازماندن ماشین‌های تاجیکستان از طرف مقامات ترکمنستان شرح داده نشده‌اند و امروز مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان راه‌های الटरनेटिव्ی را بازجویی دارند تا اینکه یک راه آسان‌تر برای راننده‌های تاجیک مشخص کنند که از این راه به تاجیکستان بیایند و در حال حاضر وزارت نقلیات گفت آنهایی که می‌خواهند منتظر نوبت بایستند اختیار دارند، ولی دیگران می‌توانند در چنین شرایط از راه آذربایجان به سمت تاجیکستان حرکت کنند. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش از تاجیکستان می‌گویند بیشتر از یک هفته است که در مرز ترکمنستان و ایران در ماندند و نمی‌دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. دو نفر از این رانندگان روز دوم سپتامبر به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که بیشتر از 7 روز است که در گذرگاه لطف آباد آرتق در ماندند. یکی از آنها که از بردن نامش خودداری کرد گفت در نزد این گذرگاه تقریبا 100 ماشین منتظر ورود به قلمرو ترکمنستان و سپس راه گرفتن به سمت تاجیکستان هستند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که ماشین‌های بارکش ایران و ترکیه نیز عین احوال را دارند و منتظرند که به آنها اجازه عبور دهند تا مال و محصولات وارداتی را به تاجیکستان برند. حتی اتوبوس‌های نوی مسافربر را که تاجیکستان از ترکیه خریده است در گذرگاه مرزی سرخس نماندند. وزارت نقلیات تاجیکستان بنابر اینکه از طرف ترکمنستان پاسخ زود دسترس نکرده ایستاده است، از این رو راه دیپلماتی را پیش گرفتند. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها با وزارت خارجه تاجیکستان آمدند تا اینکه از اینجا از طریق دیپلماتی با مقامات ترکمنستان در تماس شوند و راه درست و سالمی را پیدا کنند تا اینجا که تأخیر زیاد ادامه نکند و هر چه زودتر راننده‌ها و ماشین‌ها و واگن‌های تاجیکستان به زودترین فرصت به دوشنبه آورده شوند. میرزا نبی خالقزاد، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، دوشنبه.